شكوت الضيق في صدر رحب والدمع فاض من الأسية وانسكب اهرع إلى الرحمن بعداً سه نبیره دیگر دوران ای دختر چه کردی؟ خواهم مبارک شو خواجه مبارک شو همه چیزا را قبول کردین خدا جای خودتون انتخاب کردگی هزار رحمت پدرتون ده من به بچه شما خونه در کده هزار رحمت در شما زنده باشین برایم دو اما آدمایی که سم شناخته خدا جان هزار رحمت همه آدمایی که خونه که سم شناخته همه آدمو داده دوگو باشین همیشه که گفته که این هم در مدت کوتاه این کار جمع شد این همه عریض که خطونه ده و سر استونده بده میخواه برای هم خواهد جان همین چیزی که شما وابسته همین خانه را دیدین در بودجه چند قدم 180 چند هزار بود 187,000 جمع شد خواهد جان که شما هم خانه خودتون قبول کردین ماندگی پولتون ده اومد جان خلادین که ماندین که کورپاچه و مورپاچه خواست بچه هم شکلی سیام کنن برای مردم خاک همین خرسندی از انتظار میده که همین خونه خرسندی توی معرکه شب و بیان در براتون خدمت کنین همین آدمایی که خیر کردن یا دعاشون کنین که آدما سمشون گذاشته باشن یا دعا کنین خدا که آدمایی که خیر کرده بودن الهی آمین کدای من خیر کرده باشه خداوند کریم خیر رو قبول کنم من قمقل خانه دار کرد خداوند کرد یک سوم هزار شما چه مراد مقصد و مراد مقصد رو میگوستم پروردگاری کریم پاچشون به خور مکل و پروردگاری کریم خدا استجاب بکنم که راحت بینا همه کدام خیر کردگی پروردگاری کریم چه مراد مقصد رو مراد مقصد رو پروردگاری کریم الله اکبر هزار رحمت خدا جان بوده برای دعاتون مردم تاجیک میدونم که شما بسیار دست به خیرین هزار رحمت هر اختیار شما ده که خواهد شد که انتظار میشه مگون توی معرکه شد بریم در خانه با خدمت کنیم خدا جان ای خاطر شما هیچ وقت نمیبرونم تاجیکستان آدمای غریبای ای خاطر هیچ بله مردمی همه سم گذاشتن هزار رحمت شد پروردگار کریم من کاملا صاحب خانه کرد هزار رحمت زنده باشه خدا جان خیلی خانه 6 سوتیق زیاده 6 سوتیق خانه را خدا خودش انتخاب کرد جاش خودش انتخاب خودش جای اومد یافت خانه را گرفت قبول کرد دکومنتاش دکومنتای خانه همش 100% در نام خدا خشته سرتیفیکاتش همه سرتیفیکاتش کتیه این همه بیچاره روزی 12 شب روز 12 و پیشته میکرد هزار رحمت امید جان دکی خدا را مبارک شه برای خدا جان امید جان دکی همی 12 امید بود راست دیگه فقط می اومد می دوید هر منوت زنگ میزد ایجا فقط ما با خواست خدا خانه را قبول کردیم خدا جان خودم برگا میتونه ویدیو داشتن که با خواست خودم قبولش کردم خانه را ما یگان چی ما انتخاب شما خانه را گرفتن دکومنتو 100% داشتن خانه قبول کردم دادرام دا گفتم که همین خانه من مخول همین خانه گرفته که شد اینا گرفته داد هزار رحمت پدرشون راضی باشین اما راضی باشین وای اما هم تکنیکا چی خیر کوپاچه پگه کمپلیک دیگه میبرن نه یک بارگاه به هر یک شما را آمد مردم تاجیکی دست بخیر آدمایی میخواین که ای حالشون به خبر باشه مرحمت کنین میره خمود زنگ زنین بیاین خبرشون کنین الله شما روز باشه